برنامه‌های تلویزیونی سوخ را صحیفه مناسبت دوام می‌دهد و ما تصمیم گرفتیم در این برنامه به شما درباره موضوعهای مهم، موضوعهای پند و اخلاقی صحبت کنیم و به همین خاطر به استودیوی تلویزیونی سوخ امام مسجد تاج محل دامالله مجیب الله عطیف را دعوت نمودیم و با این کس درباره دو موضوع شکرانه و حق والدان در نزد فرزندان صحبت می‌کنیم. دامالله خوش آمدید به استودیوی تلویزیونی سوخ. رحمت. البته به هر یکی ما معلوم است که شکر گفتن، شکرگزاری کردن این یکی از فضیلت‌های خوب انسانی به شمار می‌رود و می‌خواستیم شما عاید همین فضیلت نیک انسانی از نقطه نظر دین مبین اسلام استفاده می‌گذاشتید. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. حمد و ثنا مر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب ذو طاعت. نام پاکش محمدی عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم بینندگان عزیز و آنانی که صدای ما را میشنوید. الحمدلله. این خدا خواست سوالی که شما دادین البته سوال مهمترین، خدا خواهد انشاءالله بهترین، خدا خواهد از نقطه نظر شریعت انشاءالله حساب می شود. چون که الله سبحانه و تعالی برای بندگان بسیار بسیار نعمت دادگی است، بسیار بسیار که اون نعمت خدا خواهد ما شمار کردن نمیتونیم. حتی الله در قرآن عظیم شان میگه استعیذ بالله و این تعودوا نعمت الله ولا تحصوها. اگر شما نعمت‌های خدا را شمار کنین به حسابش نمیرسین. یعنی مونده الله سبحانه و تعالی بهترین نعمت داد. این نعمتایی که من چشم، گوش، که دیگر اعضاها نعمت، یا اینکه مثلا نعمت تنسیتی، نعمت خاطر جمعی خدا خواهد و حتی نعمت‌هایی که خدا خواهد امروز ما چیکار میکنیم در حیات استفاده میبریم. من امروز فرصتی که هست خدا خواهد انشاءالله، من یک نعمتی که الله سبحانه و تعالی در خدا خواهد دیاری ما و شما داد، این پیش بردن خدا خواهد چی؟ یعنی انشاءالله زندگی مردم، پیش بردن ساحه چی؟ خواجگی خدا خواهد، چی ساحه خدا خواهد انشاءالله دیگر ساحه‌ای که امروز الحمدلله که من جناب عالی خدا انشاءالله مبارک کند با توفیل خدا خواهد، یعنی فرمان جناب عالی امروز چندین مهمان ها، چندین انشاءالله وزیرها، چندین جانشین هاش نزد ما و شما چیکار میکنن؟ لبیک گفته خدمت دارن. ما بسیار از این خدا خواهد فرصت فایده بردن در کار. البته مهمانا را خدا خواهد اولا هر یک انشاءالله سوخ زمین چیکار کردن در کار؟ حرمتشون به جا آوردن در کار. سخنهای آنها را به زمین نگذاشتن، البته چیکار کردن در کار؟ فایده بودن. همه ها چی است؟ فایده خلقی همینجا خدا خواهد کار دارن. هر روز شب و روز حتی من میبینم خدا خواهد از جنوب گینرال کشیده خدا خواهد انشاءالله تا پسترین، تا خدا خواهد ما خادمان حکومت ناحیه ما و شما چی انشاءالله خدا خواهد رئیس ناحیه خدا خواهد چی دیگر خدمت ها همش در خدمت چی هستند؟ امروز در خدمت خلق هستند. خلق باید که چیکار کند؟ شکرگزار باشن انشاءالله خدا خواهد. این نعمتی که الله داد دیگر نمیتید. ما از این فرصت فایده بوده چیکار کردن کار؟ شکرانه الله بجا آورده. البته اون مهمانا را خدا خواهد با زبانهای شیرین، با سخنهای شیرین دل و ها را انشاءالله شاد کنیم. انشاءالله خدا خواهد حتی جناب عالی بلکه الله از ما و شما شاد می شود. چون که مسافرها دعاش اجابت می شود انشاءالله خدا خواهد. مسافرها آن وطنی که خدا خواهد کدام انشاءالله که شاه می آید یا که وزیرای شاه می آید، وطن آباد می شود انشاءالله خدا خواهد. لیکن آبادی وطن در دستی ما و شما است. اگه ما هم نشیده چیکار کنده کار؟ یک جای همگون خدا خواهد از فرصت فایده برده چیکار کنده کار؟ این وطن عزیزه خدا خواهد چیکار کنده کار؟ البته آباد کنده کار. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره خدا خواهد بقره میگه استعیذ بالله و لئن لشکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر کنی من زیاده میکنم. اشکرار اگر بجا بریم، چون که شعر میگه شکران نعمتت افزون کند، کفران نعمت از کفت بیرون کند.
حتی که اگر ما ناشکری کنیم کفران کنیم حتی کفنگی دستمون چیکار میکنه الله نیست و نابود میکنه از نعمت محروم میشیم. برای همین بسیار شکرگزار باشیم. ما از جناب عالی بسیار امروز خرسندیم، بسیار منت داریم که جناب عالی برای ما و شما اعتباری کلان داد. امروز اعتباری که خداخواد اندر وقت خداخواد این دیار ما و شما تماما بر دیگر دیار تبدیل می‌یابد ان شاء الله، به دیار بهترین، به دیار خوبترین. همه ساحه خداخواد این امکاناتی که امروز بر ما داده است یگان جان دادگی نیست جناب عالی. باور میکنید من امروز شنیدم من 500 تا خداخواد طلبه ها چیکار میکنن امروز در دانشکده ها داخل میشن امسال. این راه ها را ببینید خداخواد من هر روز میگذرم این آبراری ها، این جویکنی ها، این خداخواد دیگر همه ساحه‌ای که همه یک جای خداخواد چی دارن خدمتی ما شما الله سبحانه و تعالی داد. بسیار شکرگزار باشیم، بسیار ان شاء الله از این نعمت ها فایده برده. خداخواد چیکار کردن کار وطنی عزیز خداخواد ان شاء الله دوست دادن، چون که پیغمبری ما شما محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه مکرمه بسیار آزار شد دادن، بسیار آزار که بسیار که شد الله سبحانه و تعالی اجازت داد که مکه را ترک کن به مدینه را. وقتی که میگه برگشتنش بود بالای کوی میگه مدینه برمد مکه برمد و گریه کردن، گفتن حب الوطن من الایمان، گفتن نزدیدن وطن از ایمان است. خداخواد ان شاء الله این وطن خداخواد چی است؟ یک چیزی مقدس است. هزارها در دیگر جاها گردن آنجایی که ما تولد شدیم خون ریختیم ان شاء الله خدا همینجا کودکی البته اینا ما ترک کردن دلمون نمیشود حواره نشیم. لعنت به کسی که میگه از وطن کنده شود، افتاد به غریبی و به کس بنده شود. لعنت به کسی که میگه. ما بسیار شکرگزار باشیم. این وطن خداخواد به هیچ کس نمیتیم، این وطن دوست میداریم هم ان شاء الله خداخواد. این وطن آباد میکنیم خداخواد ان شاء الله. بچی با این شلوغ خداخواد یعنی راهبرانی حکومت. البته ما از اینها منت داریم، بسیار شکرگزارم در حق آنها. بسیار من جناب عالی را بسیار دوست میدارم، چون که جناب عالی خداخواد بسیار خداخواد به طفل استقلالیت آزادی نعمت بسیار برای ما و شما داد. این پول بینن، این چیز حتی که اعتباری در دینم بینن. الحمدلله پیشتر گیم که 5 سال پیش چی بدو امروز چی هست. بسیار شکرگزار باشیم، بسیار ان شاء الله. اگه ما خداخواد ان شاء الله چیکار کردن شوخی نکرده، ما خداخواد ان شاء الله در دست گرفته، البته فرمانه و را بجا آورده خداخواد. اگر و را خرسند کنیم الله هم از ما و شما چی میشود راضی میشود. چون که حتی که حسن بصری رحمت الله که پیشوان اسلامی است میگه لولا الامرا لهلك الناس، اگر میگه این پادشاها نباشه این قانونا نباشد آدما را هلاک میکنن. ما زندگی کردن نمیتونیم، چون که هیچ کس آرامانه خواب نمی رود، آرامانه خداخواد نمی گردد. این همچی است سیاست جناب عالی است ان شاء الله. جناب عالی بسیار یعنی عادلانه شون همچی یک مثل عمر خداخواد که در اسلام عزیز خداخواد که خلیفه دومی پیغمبر اسلام عمر بود، عادل خداخواد خلق با عادلیت خداخواد 10 سال گیم که خداخواد راهبری کردن. این جناب عالی هم همچی خداخواد چیان شخصی عادل، شخصی بزرگ خداخواد. همه خادمان حکومت الحمدلله ما از همش هستیم منتدار هستیم، از همش خداخواد ان شاء الله بسیار شکرانه بسیار شکرگزار باشیم خداخواد. و اینچونی نکن ما فرزندها هم خداخواهد چیکار کردم در کن ان شاء الله در این ساحه ها خداخواهد البته خدمت موسفیدا یعنی پند ان شاء الله نصیحت بزرگان حتی که خدمت های پدر و مادر ما کردن این برچی خداخواد ان شاء الله ما است. تو در همینجا باز یک سوال به وجود می آید. یکی از دانشمندان میگوید که صبر، شکر و ذکر انسان را در حیات سعادتمند میسازد. اما هستند آنهایی که وقتی به سر مصیبت میآید، کلفت میآید یا که کم ترک در اذیتند مینالند و شکر نمیکنند. میخواستیم از نقطه نظر اسلام در همین خصوص نیز گفته میگذاشتیم. خدا سبحانه و تعالی در 3 جای قرآن کریم همین سخن شما را با آیت تصدیق میشود که استعیذ بالله ان الله مع الصابرین. البته خداوند با همراهی کی است؟ صبر کنندگان است. ان الله مع الشاکرین. البته خداوند با همراهی شکر کنندگان است. ان الله مع الذاکرین. البته خداوند با همراهی چی است؟ ذکر کنندگان است. شاکران و ذاکران. بس این یک جا است که ما همیشه باید که با صبر باشیم، چون که صفت الله یک چی است؟ صابر است.
ببینید امروز چقدر انشاءالله مردم ها خطا گناه میکنن، الله صبر میکنه، طاقت میکنه. ببینید انشاءالله الله چی است؟ خدا خواهد با همراه شکر کنندگان امروز دیدید که لازم است که برای ما شکر کنیم، واجب است که شکرگزار باشیم. خدا خواهد هر نعمتی که امروز داده است، هر دقیقه هر ساعتی که انشاءالله خدا خواهد داده است، یا که بالای ما شما یک مصیبت می آید، باید که چیکار کنیم؟ صبر کننده باشیم انشاءالله خدا خواهد، چون که خدا هم با همراه چی است؟ صبر کنندگان است. خدا خواهد من اینکه 5 سال اخیر چقدر صبر ها کردیم الحمدلله، امروز چی اون صبر خدا خواهد نتیجهش امروز میبینیم که خدا خواهد نتیجهش امروز میوه داد، ثمره داد برای ما که چی است؟ امروز من خدا خواهد آبادی، من خدا پیشرفت، من همه این نمودی چیزان در خدا خواهد امروز چی اومد؟ اکنون خدا خواهد پیشرفت اومد. به همین ما باید که شکرگزار باشیم. البته این مصیبت از جانب خدا میآید، خدا خواهد انشاءالله باید که ما شما همیشه صبر کنیم، همیشه انشاءالله طاقت کنیم. خدا خواهد مرا در همون چیز است، چون که رسول الله صلی الله علیه و آله 23 سال چیکار کردن؟ صبر کردن، طاقت کردن، هر آزارش میدادن. حتی ببینید که دورای رسول الله گشنگی بود که حتی که رسول الله 3 روز 4 روز افقاد نمیافتن، یک دانه خرما کتی زندگی میکردن. از گشنگی در شکم مبارک چی بستگی بودن؟ سنگ بستگی بودن. حتی که مردم نفهمن که رسول الله دویم گشنه است، حتی که هفته ها خانه های خدا خواهد زن های پیغمبر علیه السلام صحابه ها علابی یعنی بوی افقات نمیدید. هوای نم چیکار میکردن؟ شکر میکردن، صبر میکردن انشاءالله خدا. امروز ما شما چی این نعمتایی که داده است الحمدلله به عدد شکر، ولی ما یگان کس ما گشنه نیستیم، یگان ما تشنه نیستیم الحمدلله خدا خود، یگان روز بینان نموندیم، یگان روز بینان نموندیم. به عدد شکر. صبر کنین، خدا خود مهرا در پیش است. امروز که این جنوبی عالی شد، خداوند تمام ناز و نعمت‌ها را روی دنیا برآورده موند. الحمدلله شکرگزار باشیم خدا خواهد انشاءالله. البته ناشکری نکنیم، الله هم خدا خواهد نعمت چه میگیرد، الله هم خوش نمیاد، جزا میدهد خدا خواهد انشاءالله. امروز باز یک مسئله مهمترین موضوعی که امروز ما صحبت کردیم با شما، این حق والدان در نزد فرزندان میباشد، چون که امروز در بعضی حالت بعضی فرزندان گویا حق پدر و مادر را فراموش کردن. این حالت را در جمعیت دیده ایستاده ایم گاها. البته این هم مسئله مهمی دول ضرب امروز است. گفتی شما ما هم شاهد هستیم. چندین خدا خواهد موضوع ها میریم، پدرها از فرزندها ناراضی هستند، شکایت ها میکنن، ما حرکت میکنیم بیارم فهمونیم انشاءالله خدا خواهد. لیکن از یاد نبرارن که از نقطه نظر شریعت خدمت کردن فرزند به پدر و مادر واجب است. واجب است. واجب گفته که چیز این نظر از چخل شخص بودنی وای. حتی که در عرفیات میگن اگر پدر خوک شود خوکبانی کن. یعنی پدر میگیم ما شما گیم که دیگر حالتونه، حتی اینکه اگر خوک باشد انشاءالله باید که ما شما و برادر سر نمیتیم، نگهبانیش میکنیم تا دمی چیه انشاءالله فرزندوار. چون که الله سبحانه و تعالی چندین جای قرآن کریم ده سوره لقمان است آیت 14 ده الله سبحانه و تعالی امر میکند که یعنی ما شما را فرزندها و بالوالدین احسانا، یعنی پدر و مادر نچکنی فقط نیکویی کنی. سوره اسراء آیت 23-24 علامه که استعیذ بالله الله تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما ولا تقل لهما اوفین. یعنی میگه که خدا سبحانه و تعالی شما فقط من عبادت کنی، بغیر از من دیگر هیچ عبادت نکنی. یعنی چون که دیگه سه عبادت کردن گناه است با جز خدا، شرک آوردن در با جز خدا دیگر چیز شرک آوردن میشود. یعنی فقط میگن من عبادت کنید، چون که الله لایق چی است؟ عبادت است. ما بسیار چیزا رو میبینیم که انسان ها الله همونده بر دیگه چیز بسیار تکیه میکنن، چی به خدا خواهد مورهای چشمی، چی به خارها، چی به کارچه ها، چی به قلفرها خدا خواهد. این همه چیزیات که رفته مثلا زیارت کردن قبرستان درست، زیارت کردن خدا خواهد یعنی عزیزان اولیاء درست است، لیکن از وی مدد پرسیدن شرک است، از وی یعنی بخت پرسیدن، از وی فرزند پرسیدن، چون که یگانه زنده است استعیذ بالله هو الحی الذی لا یموت، چون که خدا همیشه زنده است و این نمیمرد، چون که اوی ها چی هستند؟ محتاج امروز دعای ما هستند. در دوم یاد میاد که یعنی و بالوالدین احسانا، یعنی پدر و مادرتون انشاءالله نیکویی کنین.
وقتی که میگه پدر و مادر شما یکیش، یا که میگه هر دوش میگه بسین کلان سالگی که میرسد، زندگی که 60 و 70 و خدمت محتاج ما که میشود، میگه وقتی که میگه نجاست های پدر تا خدا خواهد تازه میکنی، یا که خدا خواهد انشاءالله که محتاج شود اگر مبادا، چون که این برچ فرزندی ما از خدا خواهد انشاءالله. وقتی که خدمت چه میکنی میگه حتی میگه اوف نگو. مفسران میگن که الاوفین بی معنا استجره، یعنی معنای اوف من از تو بیزار مفتگی گپ بده است. حتی میگه خدمت کردن آی سر نکش. حالا موشون بسیار در عرفیت میگن که آی سر کشیدن چی است؟ اوبال است. معنای اوبال گناه است گفته گپ است، یعنی اوف نگو. چون که میگه تو خردسال بودی، کودک بودی، همون کودک بودیم. من مثال وقتی کودکی در مثال کورپه ها کردیم، در دامنای مادر میکردیم، در سری ارخن پدر میکردیم نجاست، نکی مورا گرفته برداشته نمیزد، یا مورا برادن نمیپرتافت، یا بینی جنج نمیکرد. چیکار میکرد؟ مورا خوش رو با توز آبی گرما کرده میشوف، با بچه مفتن نوازش میکرد. این چی امروز حادثه رسید است که امروز پدر که محتاج به خدمتی خدا خواهد فرزند میشود، امروز این جوانا را چی گرفت پیش چشماشونه؟ این پیش چشماشونه دنیا گرفت، پول گرفت، مال گرفت، زن گرفت. این زنهای بدبختم بود است که نمیماند است که با شوهرش یک بارک رفته پدرش خبر گیرد. یک روز با یک موی سفید هم صحبت شدم، میگه فرزندم چندین 7 سال شد در روسیه است. دیدم وقتی که زنش دیدم عذاب کشیش کودکاش برای فرزند آوردن 3 بار خودم دامنو جون با مرده کردم که شاید بیاید پیش زن و فرزنداش. ببینید پدر تا چه اندازه مادر تیار است. اگر بشرط یک فرزند بیمار شود و گویان که در مسکو یک دوره است، اگر همین دوره نیاری فرزند نابود نشود، باور میکنین جونش در گرهن مونده چیکار میکنه؟ پدر میره. نکی امروز چی؟ امروز بچه ها چی امروز؟ گفتی شاعر میگه نمک در کام ها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثلی پدر گردد. این فرزند مثل پدر کردن بسیار دشوار است. بیچاره مادر شبها خواب نمی رود، پدر بیچاره خواب نمی رود. در کتابای خونش می خوندیم که پدران میکنن روز و شب مهنت و کار، مادران روز و شب بر ما غمخوار. ببینید مادر روز و شب خدا خواهد جانش میتید. حتی رسول الله میگن که رضا الله فی رضا الوالدین، راضی خدا در راضی پدر و مادر است. و سخط الله فی سخط الوالدین، غضب خدا در غضب پدر و مادر است. این از یاد نبرارن امروز. این جوانا امروز یاد نبرارن که این جوانی امروز پیشونه چشماشونه گرفته است و اینم اندک وقت از خدا خواهد 10 سال 20 سال بعد اینها هم چی میشن؟ پدر میشن. اون چی کردی با پدر او رو بینی از پسر. البته چی معامله که خدا خواهد پیامبر گفتن کما تدین و تو دان، چی معامله میکنی شوخا همون معامله کا میگیری. علاج نیست خدا خواهد انشاءالله، علاج نیست، برمیگردد. شاعر میگه این جهان کو از فعل ما ندا، باز می آید سوی ما عکسی صدا. خدا خواهد 20 سال بعد 30 سال بعد عکسی صداهایی که نسبتی پدر کردیم نسبتی مادر کردیم انشاءالله خدا خواهد برمیگردد انشاءالله. حتی خدا در دوم آیت میگه که ولا تنهرهما، طرفی پدر و مادرت بانگ نزن. حق نداری. امروز جوانان میبینیم طرفی زنک جان شیرین جان پدرش میگه بانگ میزند امروز، یا بچهش مثل شیرین جان دیگه لغ شیرین، حتی که میگه کارت میگه با کودک افتاد با زبانی کودکی لب شد، با زبانی کودکی بچه یکش نوازش میکند، نکی پختگی با پدر صحبت میکند دوغ میکند. امروز یک جواز زمانش دست که حتی اینکه خدا خواهد در آیلا جنجاش دست است ما شاهد میشیم، گویا که من این پله یافته اومدم، من بیان چی؟ بیان خدا خواهد این قوتی خودم پول حاصل کردم، این زن من خودم گفتم خواهم زنش میکنم، خواهم انشاءالله. نکی دعای پدر چی؟ این دعای مادر چی خدا خواهد انشاءالله؟ شبها خواب نمیروند تا روز خدا خواهد انشاءالله انتظار هستند. حضرت موسی پیغمبر بود. موسی وقتی که مادرش از دنیا رفت خدا سبحانه و تعالی وحی آورد، گفت که موسی اکن از این طرف خودت نگاه کن.
چون که تو مادر زنده بود در حقی تو دعا میکرد، من تو را از هر گونه آفتا نگه میداشتم. اگه دعا گود برفت، اگه خودت دعا که خودت هوشیار شو. ببینید حتی پیغمبرها الله سبحانه و تعالی تاکید کرده هستند. ببینید من در سوخ زمین یک مادر ما میدونیم حتی که فرزندش به هندوستان برده، گردش برای فرزندش داد که همین حیات برد و من برو. حتی مادر ببینید تا چه اندازه انشاءالله خدا خواهد تیار است. دو دونه نانی گرم ما چی دو نانی گرم برده داده نمیتونیم خدا خواهد انشاءالله. حتی بعضی من یعنی پیرها که صحبت میکنم میگد ماها میشود دامنا جان خبرم نمیگیرد، سالها میشود خبرم نمیگیرد. یک بزرگ اسلام دیدن در یک روایت است هر روز 6 دان نان میخرید است، هر روز ماها سالها همین ترتیب. بعد یک برادر دائم مشاهده کرد میگه که برای چین فقط 6 دان نان میگیرد، از این 7 دان هم نمیگیرد، 8 دان هم نمیگیرد یا 5 دان نمیگیرد. بعد آیسته رفته صحبت میکنه میگه برادر من تعجب میکنم که شما در همین دوام حیاتی که چند سال است مشاهده میکنم فقط 6 دان نان میگیرید، از این زیاد نمیگیرین. گفتن میدونی، گفتن من برای چی 6 دان میگیرم؟ 2 دان خدا خواهد نفقه میتیم، یعنی فرزندان ده. 2 دان نفقه یعنی با قرض میتیم، یعنی قرض میتیم 2 دان، یعنی نفقه گفته که برای زنم 2 دان قرض فرزندان ده میتیم، 2 دان قرضی مردم میکنم. گفتن چی خیلی است این؟ گفتن 2 دان قرض میدادید، 2 دان نفقه میکردین، 2 دان قرضی تو میدادید. 2 دان قرضی که پدر و مادر در کودکی من خوراند، همون قرض رو برمیگردونم. آن 2 دانی که خدا خواهد یعنی برای یعنی قرض میتیم فرزندان نمیتیم که منم به همون سین کلان سال رسم، فرزندان برای من چیکار کنن؟ همون قرضشون ادا کنن و 2 نانه نفقه زن میکنم. حتی ببینین که حتی بزرگان خدا خواهد اسلام همچنان هستن. خدا خواهد ما و شما اگر خدا خواهد خدمت کنیم ان شاء الله. حتی یک اولیا را دیدن، اولیا که دوستی خدا را دیدن که ریشاشون در خواب شو که مروری چیده است. بعد سحر اومده استادشون سوال کردن استاد جان همیشه ما در خواب دیدیم شما را که ریشاتون مروری چیده، سبب چیست؟ گفتن من دیروز خانه اومدم که مادر بیچارم پاچکی لوچ است، بریشکان پاچکاش تازه کردم که شما میبینه که امروز این ریشای من چی است؟ به مروریت مبدل گشت. حتی تمام بزرگان اسلام از دعای مادر انشاءالله خدا خواهد چی یعنی قرار بتن. یک شعر میگد که با مادر خیش مهربان باش، این مهربانی را این شیرینی ها را نسبت زنم نسبت فرزندم با پدر و مادر کن انشاءالله خدا خواهد. آماده خدمتش بجان باش، یعنی بجان و دلت خدمت روحان نه، خد بجان و دل از تحت دل رفته خدا خواهد. مادر جان چیکار کنم؟ حتی اینکه میگه فرزند اگر فرزند پدر مادر دعوت کند لبیک گوید، هنه لبیک، معنای لبیک من به خدمت تیارم. مادر جان پدر جان چی میخواهی؟ من در خدمت تیار هستم. ببینید با چشم ادب نگر پدر را و از گفته او مپیچ سر را، یعنی با چشم ادب نگاه کن، چون که با 3 چیز نگاه کردن عبادت است. یکی خدا خواهد عبادت نفلی است، یکی خدا خواهد برای پدر مادر نگاه کردنش نماز نفل کتی برابر است. خانه کعبه را خدا خواهد انشاءالله، استاد خدا خواهد روش نگاه کردن، این یک عبادت است خدا خواهد انشاءالله. گر هر دو شوند نگه از تو خوشنود شود زی تو خداوند. اگر میگد همون پدر و مادر خدا خواهد از تو خوشنود شود، الله از تو خدا خواهد راضی میشد. باید که الله البته ما و شما خدا خواهد در این دنیا خدا خواهد وقتمون هم نزدیک است، خدا خواهد با الله فرصتیت با در این باره بیشتر صحبت، چون که امروز اکثر موسفیدا خدا خواهد از ما التجا دارن که بیشتر گوییم، چون که باعث این همه چیزش نفهمیدن است، باعث همه چیز خدا خواهد پند و نصیحت نکرد، چون که آدمو از پند و نصیحت دور شدن. اکثر امروز جوانو 30 سال است که فقط در شهرهای غریبی خدا خواهد فقط یک دنیا این دنیا فریب شده، چشماش نگرفته. امروز چی دل آزاری ها نسبت پدر مادر، نسبت عائله، نسبت زن خدا خواهد انشاءالله هستند. الله نگهبان باشد. همیشه الله خدا خواهد خرسندی از ما و شما و یارا شاد بگرداند. البته دوملا هر یک سخنی شما مالامال حکمت است و آنهایی که این سخنها را الحال میشنوند البته مؤثر گشتن، تاثیر بخش است. و در همین جا باز یک سخن را گفتنی هم که
واقعا چون در بالا شما گفتید مال و ثروت چشم انسان را، چشم بعضی فرزندان را کور کرده است و آنها به زبان محلی عادی‌تر کرده گوییم گویا به ثروت خود بینا ماندند، تکیه میکنند و در جایهای جمعیتی بعضا شاهد آن میشویم که پدر خاموشی انتخاب کرده است و پسر در آن دوره وعظگو. البته من یک جا شاهد شدم که خداوند پدر ایستادگی فرزند حق ندارد سخن کند الا به اجازت پدر حق ندارد. جایی که پدر است خداوند ان شاء الله فرزند حتی که میگه در پیش پدر پاچیک دراز نکن، جایی که پدر میشیند نشین، وقتی که راه میروی پدر پیش رود تو از عقیب رو پیش نگذر، چون که پدر و مادر حرمت ما خداوند از همه چیز بالاتر دانیم، حرمت بجا بیاریم الله سبحانه، چون که اگر از ویا راضی شوند الله از ما راضی میشود. من در اینجا تاکید میکردم هستم که اگر امروز جوان پسرها خداوند ان شاء الله که اگر هزارها نماز خوانند، هزارها عبادت کنند، گیم که 50 مراتب حج روند، هر روز تمام یعنی یتیمان و بینوان خیر احسان کنن و پدر مادر ناراضی باشد، وای بیکار است. از یاد نبرارن خداوند، وای از یاد نبرارن. این پخته ها را از گوششون گیرن، چون که زمانی میشود که انشاءالله خداوند از بچه یکاش میکشد. من یک شاهد شدم که بچه پدر زد، وقتی که من عصبی شدم، چون که در نزد اسلام پدر چیزی قدرناکترین زیباترین است. وقتی که من خواستم نزد همون جوانم، حتی اینکه با سخنهای خوب با سخنات و قبیح هم با اون جوان بعد موسیفیده گفتن دامنا جان آرام بشین، چون که این پدر کرگی بود، از فرزندش کشید. ببینید ولی در عرفیت میگن کو کننده کشنده است، از یاد نبرارن. آنسی که خداوند نسبت پدر مادر معامله میکنن از بچه‌ها میگیرن و لیکن وقت میگذرد، ساعت میگذرد خداوند، چون که شاعر میگه محل گشتن نمی آید دوباره، صدها زنی سری خود به سنگ خاره. صدها سرکات بعدی که وفات کردن، امروز بعضی جوانو گریسته میان آبی چشم میکنن میگن دامنا جان امروز دنیا یافتم، ماشین یافتم، یکی پدر نیافتم. مادر نیست که سر دستارخوانی من بشیند یا یک بارک ماشین سوارش کنم شهرهای دوردست به شمرهای سمرقند و بخارا و میبردم. افسوس بعد مردن هیچی فایدهش نیست، چون که خودی همون موسیفیدا و پدرها میگن که در حیاتی نکردی شادم، بعد از مردن چی لازم داد و فریادم، چی لازم بعد دادگنیات او گریستنات او روکنیات او موکنیات، دسترخوان شده آش دسترخوان دروغ، اون چیزا خواهد برای خودت است، آبروی خودت است. من زیدی همین چیزا هستم. من میخوام که در جوانی در زندگیش خدا خواهد او بنانکاره، او پیسته هاره، او باداماره، اون ششلیکاره، اون آشا، اون نمناکای ملایمه که در زندگیش که وای از تو شاد شود، از تو خوشنود شود، الله هم راضی میشود. خدا خواهد دو دنیا سعادت دو دنیا اندم بدوی، چون که رسول گفتن که 3 دعا هست که شما حذر کنین. یک گفتن دعای خدا خواهد مسافر، من روزی که مسافرایی که میهمان هستند اینا را دعاشون الله اجابت میکند، یا نبرارن. دوم دعای مظلوم، کسی که هیچ کس ندارد، یک خودشی است، بی کس است، بینوا است، و دعاش ان شاء الله. سوم اون دعایی که پدر نسبت فرزند میکند. گفتن رسول الله شک نیست در این، گفتن حتی بین خدا و بین این 3 کس پرده هم نمیشه است. اجابت ما از این دعاها حذر کنیم، از این دعاها ترسیم. خدا خواهد ان شاء الله. پس از گفته های شما معلوم میگردد که دوملا بعد وفات پدر و مادر دسترخوان کشیدن، آش دادن به مردم سود ندارد برای آن پدر و مادری که در زیر خاکم نیست فایده، چون که نامه اعمال محکم شد. در این باره هم خدا خواهد یک خدا فرصتیت ان شاء الله خدا خواهد با هم صحبت میشیم در باره خدا خواهد. من مرکه‌ای که امروز خدا خواهد البته جناب عالی خوب کردن، بسیار خدا خواهد قرارای بردن نسبت خدا خواهد منفعت مردم بسیار بسیار کردن. مش ان شاء الله می‌ناد داریم از جناب عالی خدا خواهد ان شاء الله بسیار بسیار. بازم که مردم ما بی خبر هستند، بعضی سوال خدا خواهد با تکرار دارند. در این باره هم خدا خواهد اگر وقت شود یک صحبت می‌کنیم ان شاء الله خدا خواهد. البته این برنامه رو دوام می‌دهیم، پیوسته با شما هم صحبت می‌شیم، چون که امروز پند و اندرز برای فرزندان خیلی لازم است. و در همین جا باز یک چیز رو گفتنی هم که
از گفته های شما معلوم می‌گردد که شب و روز ما در خدمت پدر و مادر باشیم هم آن را قرض آنها را تمام کردن نمی‌توانیم، چون که شاعر میگوید یک شب رنجی که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. دوملا برای صحبت پرمضمون تشکر. بار دیگر به استودیو تلویزیونی خوش آمدید. البته صحبتمان را باز در برنامه‌های دیگر دوام می‌دهیم. بینندگان عزیز، خاطررسان می‌کنیم هم صحبت ما امام مسجد تاج محل دوملا مجیب الله عطیف میباشند. برنامه‌های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید.